امروز آیدی دعای حرف میزنیم که در سوره حشر آیت 10 آمده است. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. ای پروردگار ما و برادرانمان را که به ایمان آوردند بر ما سبقت کردند بیامرز و در دلهای ما نسبت به آنان که ایمان آوردند هیچ کینه پیدا مکن. ای پروردگار ما به درستی که تو بخشاینده مهربان هستی. در این سوره خداوند مهاجران و انصار را تعریف میکند. مهاجران و انصار که هایند اینها؟ مهاجران آنهایی بودند که از مکه به مدینه هجرت کرده بودند. انصار باشد آنهایی که در مدینه بودند و مهاجران را در خانه‌های خود قبول کردند. انصار همه چیزی که داشتند و یا به دست می آوردند ناوابسته از آنه که خود به آن احتیاج داشتند با مهاجران تقسیم می کردند و برایشان معامله به نهایت خوب داشتند. اینک انصار و مهاجرین باز دیگر گروه هست، یعنی که هست گروه انصار مهاجرین و باز یک گروه دیگری هست که به این دو گروه هیچ رابطه ندارد و این ما و شما، یعنی نفرانی که بعد آنها زندگی دارند. گرچنده که ما در دوره های آنها زندگی نداریم و نمیتوانیم که به درجه آنها رسیم و یا با آن برابر شویم، و اگر ما خواهیم که با آنها به درجه آنها برابر شویم پس راه هست و چگونه؟ و توسط همین دعا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. ای پروردگار ما و برادرانمان را که به ایمان آوردند بر ما سبقت کردند بیامرز و در دلهای ما نسبت به آنان که ایمان آوردند هیچ کینه پیدا مکن. ای پروردگار ما به درستی که تو بخشاینده مهربان هستی. هر یک قوم برای گذشتگان خود دعا میکنند و وقتی که این قوم هم از دنیا گذشت باز قوم آینده برای آنها دعا میکنند و این به کدام خاطر است؟ برای چی ما در حق گذشتگان دعا میکنیم؟ برای آن که اگر آن زحمت های آنها نمی بود ما امروز اینجا با هم صحبت نمی کردیم. این همه کوشش و زحمت های آنها بود، این همه کارهای آنها بود که این دین مبارک تا به ما آمده رسید و ما از خداوند طلب داریم تا آنها را مغفرت کند. وقتی در این دعا ما از برادرانمان یادآور می شویم آنجا تمامی مسلمانانی که در گذشته و تا زمان ما زندگی می کردند داخل می شوند، نوابسته از آنه که ما آنها را می شناسیم یا نمی شناسیم. و همین طور وقتی که آخرین قوم مسلمان ها این دعا را خوانند آنها برای تمام مسلمان ها از اول تا به آخر دعا خواهند کرد. و قسمت دیگری دعا که به ما امکان می دهد تا با آنها برابر شویم این آن است که ما از خداوند طلب میکنیم تا در دلهای ما نسبت به دیگر مسلمانان برادرانمان هیچ کینه پیدا نکند. زیرا ما نباید که با همدیگر کینه‌گری و حسودی کنیم، برای آن که اسلام دین است که همه ما را نوابسته از ملت، نژاد، رنگ پوست در یک صف جمع می آورد تا به خداوند عبادت کنیم.
در یکی از حدیث هایی که ترمذی آورده است گفته می شود که زمان عبدالله ابن عمرو نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بود که نفر از در آمد و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند این آدم از باشندگان بهشت است و این واقعه 3 مرتبه تکرار شد. عبدالله ابن عمر نمی فهمید که برای چی این طور است. نمی توانست درک کند که این آدم برای کدام کارش سزاوار بهشت گردیده است. بعد او بهانه پیدا کرد تا چند روز در خانه همان نفر زندگی کند. و می‌خواست که در خانه او زندگی کرده بفهمد که کدام کار او را لایق بهشت کرده است. عبدالله ابن عمرو گمان میکرد که شاید این آدم شبها نماز شب میخواند، شاید قرآن را شبها زیاد تلاوت میکند. ولی معلوم شد که هم تلاوت قرآن و هم نماز شب را خود عبدالله ابن عمرو از آن نفر دیده بسیارتر میخواند. در روز سیوم عبدالله دیگر طاقت نکرد و به آن نفر گفت من یگان بهانه برای در خانه تو زندگی کردن ندارم. من تنها میخواستم فهمم که برای کدام کار تو سزاوار بهشت گردیده ای. او به عبدالله گفت تو میبینی که من چگونه زندگی دارم. من از دیگران دیده عبادتی بیشتری نمی کنم. به هنگامی که عبدالله رفتنی شد آن نفر با وی گفت که من هر شب پیش از خواب کوشش میکنم که در این دل هیچ کینه نماند. یعنی کوشش میکنم تا دل من پاکیزه باشد. بعد عبدالله ابن عمرو گفت این است سبب آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که تو از باشندگان بهشت هستی. این درس است برای ما. اگر میخواهیم بهشت را پس باید کوشش کنیم و از خداوند طلب کنیم تا دلهای ما پاک باشند. این حدیث در ترمذی و مسند امام احمد آمده است. عالمان آدمان بهشت بوده را آنچنان معدودات کرده گفتند که آنها نفرانی هستند که در دلهایشان هیچ حسیات کینگی ندارند و اگر شما میخواهید که در این دنیا آن حالت را احساس نمایید پس کوشش کنید تا دلهای خود را پاک سازید. اکنون بیایید خاصیت های این دعا را دیده میبریم. یکی از اتیکه دعا این است که ما برای برادران خود دعا میکنیم، زیرا ما نباید تنها در فکر خود باشیم. این از اسلام نیست. و چی از شما کم می شود وقتی که رحمت پروردگار به دیگری نیز برسد. بدانید وقتی که شما در حق یک برادر در تنهایی دعا میکنید خداوند فرشته را میفرستد و آن فرشته به هر یک طلب شما آمین میگوید. باز هر آن چیزی که شما به برادر خود طلب میکنید آن فرشته میگوید که آمین، به تو نیز خداوند آنها را نصیب گرداند. یعنی کوشش کنید تا در دلهای ما نسبت به دیگر برادرانمان هیچ کینه بخیلی وجود نداشته باشد و این دعا را از خود کنید و استفاده برید. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.